عصرها قبل در این روز مبارک 10 محرم روز عاشورا خداوند جل و علا یکی از دوست داشته ترین بندگانش پیامبر اولوالعزم موسی علیه السلام و بنی اسرائیل را از ظلم فرعون نجات داد. هنگامی که موسی علیه السلام با بنی اسرائیل از دشمنانشان می‌گریختند، در پیش آنها بحر و در پشت آنان دشمنانشان بودند. وقتی بنی اسرائیل دید که دشمنان فرعون با تمام لشکرانش به آنها نزدیک می شود، گفتند اینا لمدرکون، و درسته که ما به دست افتادیم و هلاک گشتیم. در جواب حضرت موسی علیه السلام با یقینی کامل فرمود قال کلا، هرگز، این معی ربی سیهدین، و درسته که پروردگاری من مرا راهنمایی میکند. همین بود که خداوند جل و علا به حضرت موسی علیه السلام وحی نمود که عصایش را به بحر بزند و در این حالت تمام قانون‌های طبیعت و فیزیک برهم خورد. این را میگویند معجزه. پس حضرت موسی علیه السلام با عصایش به بحر زد و بحر به 2 قسم تقسیم گشت. حضرت موسی و بنی اسرائیل نجات یافتند و فرعون و لشکرانش غرق گشتند. پس برای شکر این نعمت بزرگ امروز را پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روزه داشتند و فرمودند روز عاشورا سبب بخشیده شدن گناهان 1 ساله می گردد. پس این روز را با شکرگزاری و یقین و توکل به پروردگار روزه بداریم. اگر نمی توانیم پس این نوار را به دوستان و نزدیکانمان بفرستیم تا آنها روزه بدارند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود دل علی خیر کفاعله، دلالت کننده به کار خیر به مانند انسان اجرا کننده اجر و پاداش میگیرد. پس در هر یک سختی و وزنینی در زندگی این سخن موسی علیه السلام را از یاد نبرورید و آن را سرمشق زندگیمان بگردانیم. همیشه بگوییم این معی ربی سیهدین، و درستی که پروردگار من مرا راهنمایی میکند، مرا از بنبست ها و مشکلات ها و وزنینی ها نجات میبخشد. سلامت و سربلند باشید. السلام علیکم.